سال است که در دانشکده پزشکی تبریز بخش جراحی قلب باز گشایش یافته است. گروه 32 نفری جراحی قلب باز دانشگاه تبریز تحت سرپرستی دکتر عباسپوری دانشور تاکنون 72 عمل قلب باز، ریه و عروق را انجام داده و برای اولین بار در ایران با موفقیت عمل تعویض دریچه میترال و شریان آئورت را انجام داده است. این بخش دارای یک مغز الکترونیک است که به وسیله آن میتوان پیچیده ترین اعمال جراحی قلب باز را انجام داد. دانشگاه تبریز که با روش‌های نوین در امر فراگیری دانشجویان، فارغ التحصیلان کارآزموده و توانا تحویل اجتماع فردا خواهد داد، چون خورشیدی درخشان بر تارک آذربایجان می‌درخشد. شهر تبریز با دارا بودن این همه امکانات علمی و صنعتی به زودی شهری بلند آوازه خواهد شد و بیش از پیش بر اهمیت و شهرتش افزوده خواهد گردید.